کلی برف اومده همونطور که میبینید و گفتن که تو 2 روز آینده هم قرار کلی برف بیاد و احتمالاً یه 15-20 سانتی قرار برف بشینه. حالا ما داریم میریم بیرون. اینجا همیشه وقتی که میخوای بری بیرون اگه رو ماشینت برف و اینا باشه حتما باید برفای رو ماشین رو کاملا تمیز بکنی. تمام این برفا رو باید تمیز کنی به خاطر اینکه تو اتوبان و اینا میتونه برفا بپاشه رو شیشه‌های ماشین عقبی و اونا دیدشون از دست بدن. به خاطر همین همه توی زمستون از اینا دارن و همیشه شروع میکنن و تمام این برفا رو در واقع از روی ماشین باید برداری. هر باری که میخوای بری بیرون باید این کارو بکنی. خیلی وقتا هم هست که یخ میزنه ماشین شیشه هاش، با این قسمتش این صورت یخ ها رو میزنی کنار. برم که ماشین رو تمیز کنم. یه چیز دیگه هم هست اینه که وقتی که برف میاد باید در واقع پیاده روی در خونت و این قسمت ورودی خونت هم برفاشو همه رو پارو بزنی، به خاطر اینکه اگه راننده آمازون یا هر دلیوری دیگه بخواد تو خونت بیاد و در واقع لیز بخوره به خاطر برف، مقصرش تو میشی، یا هر آبری که داره از این قسمت جلوی در خونه رد میشه بخوره زمین هم باز مقصرش تو میشی. و خلاصه تو زمستون پارو زدن و تمیز کردن ماشین رو تقریبا هر روز داریم.